حس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی، وطندوستی و وطنپرستی و صداقت جوانان ما به وطن، ملت و آب و خاک سرزمین اجدادی گرو امنیت و آسایش جامعه، پیشرفت دولت و آبادی امروز و فردای تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. ارائه داشتند اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خویش به مقام عالی قانونگذاری مملکت. در حقیقت امروز طفیل کاردانی سازندگی مسئولین همه 86 عدد مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر استراوشن که اکثرشان جوانان محسوب می‌یابند، بنای تربیتگاه‌ها با صفت بلند جوابگو به معیارهای معاصر تعمیر و ترمیم و به سال نو خانشی 2019-2020 کاملا آماده گردیدند. همه صنفخانه‌های کابینت‌های فنی مؤسسه تحصیلات میانه رقم 1 به نام نویجان قادرov برابر تعمیر خوش‌صفت گذرانیدن و سیستم یگانه گرم‌دهی برقی و انگشتی پیوست و بالای بنا به طرز طلبات امروزه بامپوش کرده شد. آموزگاران و محصلین با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و صرف مبلغ‌های سریکسی همه تریزه‌های صنفخانه‌ها و تالارها را معاصر گردانیده در صحن مکتب لیوای تاجیکستان صاحب استقلال را پرافشان و گلپوش ساختند. در عرفه سال نو تحصیل همه راهروها گرد و اطراف و درآمدگاه مکتب تخت و هموار و سروش‌پوش کرده شد. جامعه مهنتی و خوانندگان مؤسسه دولتی گیمنازی به نام اکادمیک احرار مختار را با مهر و محبت صمیمی نیمپیکری عالم شناخته را در تعلیمگاه استوار گردانیده جهت عمیق و دقیق آموزاندن درس‌ها 37 صنفخانه و 11 کابینت فنی را تعمیر با صفت گذرانیده با میز و کرسی‌های فنی، اشیا و لوازمات زمانوی تامین ساختند. سال نو خانش 1160 نفر نورسان و جوانان خوشبخت دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در صنف و کابینت‌های آباد و مجهز و تعلیم و تدریس فرا گرفته خواهند شد. بنابر به مراتب بالا رفتن اجتماعیات و سطح زندگی ساکنان دهه سیپولا، شماره خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 28 و 400 نفر رسید. جهت حل در صنفخانه‌ها آزاد به تعلیم و تدریس فرا گرفتن محصلین با خرج مبلغ‌های سریکسی، دستگیری صاحبکاران دهه و حشر عمومی دو صنفخانه نو برای 60 نفر خواننده در دو بست بنیاد گردید. ارزش لایحه‌ای بنا 86000 سومانی بوده. مسئولین رسای تجلیل از 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفتن صنفخانه‌ها را نقشه‌بندی کردند. ذکری به مورد است که کارهای تعمیر و ترمیم در همه باغچه‌های بچگانه و کودکستان‌ها نیز به اتمام رسانیده است. مسئولین و مربی‌های باغچه بچگانه رقم 7 جهتی در همه فصل‌های سال و تعلیم و تربیت فرا گرفتن 100 نفر تربیت گیرندگان همه بناهای مشغولیت گذرانی، استراحت، آشخانه و تالارها را تعمیر خوش‌صفت گذرانیدند. طبق دستور و هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در 85 مؤسسه‌های تعلیمی از آن جمله لیسه، گیمنازیاها و مؤسسه‌های تعلیمی پر تعمیر و ساختمان از دست برآورده شد و اینچنین طبق دستور و سپارش‌ها در تمام مؤسسه‌های تعلیمی من دستگاه الکترونی، پروژکتورها خریداری کرده شد که از این ما معارفچیان روح الهام تازه گرفته دستور هدایت‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سرمشق کار خود نموده سال تحصیل 2019 و 2020 را با خرسندی پیشواز می‌گیریم. به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر استراوشن در 12 مؤسسه‌های تعلیمی 53 صنفخانه‌های علاوگی و کابینت‌های فنی و در 5 مؤسسه‌های تعلیمی 5 تالارهای ورزشی ساخته به استفاده داده شدند. نظر به اطلاع مسئولین ریاستی معارف شهر استراوشن، سال روان با دستگیری و مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و بنیاد بناهای نو مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم‌های 37 برای 480 جای نشست و 46 برای 240 نفر خواننده آغاز بابرار بخشیده با جلب مبلغ‌های شریکان رشد در نزد مؤسسه تحصیلات میانه رقم 15 برای 264 جای نشست صنفخانه‌های علاوگی ساخته شده ایستاده است. مضبوطی بابازاده برای برنامه اخبار از شهر استراوشن.